بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أسباب نجاة الأمة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. ما درس خود را به عون الله سبحانه و تعالی دوام میدهیم از رساله به نام سبب‌های نجات این امت از آن شیخ علامه صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالی. ما به عون الله سبحانه و تعالی رساله را به آخر رسانیدیم. در آخر رساله چند سوال ها به شیخ مطرح کرده شده هستند. همین سوال ها را خوانده انشاءالله با جوابشان برای خود همچون یک درس کردنی هستیم. اسئله سوال ها. سوال یکم: كثر في الآونة الأخيرة الطعن واللمز في دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولم تسلم أيضا كتب الدعوة السلفية كالدرر السنية وغيرها، حتى قيل إن هذه الكتب هي سبب البلاء والمحن، وأنها من وراء التفجير والتكفير، فنرجو أن من فضيلتكم البيان والرد وفقكم الله. خلاص به شیخ چنین سوال میدهم، به شیخ صالح الفوزان، که در وقتهای اخیر بسیار یعنی که طعنه ها و سخنه های بد شنیده ایستادیم درباره دعوت امام مجدد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، یعنی که شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب دعوتش بسیار طعنه ها میزنن، فهمیدی، و بسیار سخنه های ناجوری میگوین. الله رحمت کنه این شیخ، و میگوین که کتاب های دعوت سلفیه مانند مثال گیریم الدرر السنیه که از آن مجموع کتب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب می باشند و غیر از اینها دیگه کتاب های سلفیه، میگن که این کتاب ها باعث و سبب بلا و یعنی که مصیبت شده ایستادن. اگر همین کتاب ها را کسی که خواند البته به مصیبت و به بلا گرفتار می شود و پرابلم سر می شود بین خلق تنج و مردم آرام، فهمیدید. و انها من وراء التفجیر و التکفیر، این کتاب ها همش از پس ترکوندن و کافر یک سبب کفر اتهام کردن و همین خیلی میگویند. فنرجو من فضیلتکم البیان و الرد، میخواستیم امیدوار بدیم از جنابشان که در همین مورد یک بیان روشنی میانداختید و جواب میدادید. الله به شما توفیق بخشد. فهمیدید؟ خلاص اختصارا همین که بسیار آدما در دعوت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب طعنه ها میزنن، فهمیدید؟ طعنه ها میزنن و سخنه های ناجوری میگویند که کتاب های این کس همش یعنی که چی دارن، یعنی که یک بلا و یک مصیبت دارن که کسی مشغول خواندن همین کتاب ها شد البته به یگون بلا و یگون محنت گرفتار میشود. اینها دعوت به ترکشو، دعوت به تکفیر میکنند. همین گپ راست است تا چه اندازه؟ خب در همین مسئله یعنی بیان روشنی میانداخته. گفته شیخ سوال میکنند. شیخ میفرماید که نعم، انا قلت لكم آرنی، من برای شما گفته بودم ان الابتلاء والامتحان مستمر الى ان تقوم الساعه، یعنی گرفتار شدن به بلا و سنجش به امتحان روبرو شدن این تا روز قیامت قائم است. فهمیدید؟ یعنی مؤمن از همون روزی که آمنت بالله گفت از همون روز به امتحان و به سنجش گرفتار شویش سر می شود تا روز قیامت. والله جل وعلا يقول، الله عز وجل می فرماید که وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، و همین طور ما برای هر یک پیغمبر از جنایتکاران دشمن قرار دادیم. فهمیدی؟ هر یک پیغمبر یعنی که دشمن داشت،
بس اکنون شما چی میفرمه بارک الله فیکم وقتی که پیغمبرها را که دشمنی ورزیدن، دشمنی کردن، جادوگر گفتن، بس آیا میشود که ما، آیا لایق است که ما امروز وقتی که دعوتی سلف صالح، عقیده سلف صالح در تاجیکستان و در غیر تاجیکستان با حکمت و با یعنی که با علم و با معرفت در اساس کتاب الله و سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم و با فهم سلف صالح دعوت میکنیم، بعد آیا که از طرف این دشمنان دین، فهمیدید، از طرف این مخالفین بس سخنان میشنویم، بعد جای خفه شدن هست، جای دلتنگ شدی هست مگر؟ شیخ میفرماد که و النبی له اعداء، پیغمبر که دشمن داشته باشد فکیف بغیر الانبیاء علیهم الصلاة والسلام، بس شما چی میگه درباره غیر پیغمبرها مگر دشمن ندارن؟ فهمیدی؟ پیغمبر همین قدر احترام دارد، فهمیدی؟ معجزه ها دارد، فهمیدی؟ با وجود این یعنی که نسبت او دشمنا هستند. و شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما جاء لیرضی الناس و انما جاء لیرضی الله سبحانه و تعالی. چرا شیخ الاسلام قبول نمیکنن بسیاری ها؟ چون که شیخ الاسلام چیزهای آوردگی است که طبق رضاگی مردم نیستند، چیزهای آوردگی و طبق رضاگی الله می باشند، فهمیدی؟ حتما شما کاری کردید که از کار شما، از گفته شما، از دعوت شما رضاگی الله باشند، در این حتما از طرف مردم باید که مخالفین پیدا شوند، فهمیدید؟ خیال شما اکنون یعنی که مثال گیریم رضاگی مردم در رضاگی الله یخل می باشد؟ هرگز هرگز. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است، حدیثات ترمذی روایت میکنند از حدیث عایشه رضی الله عنها، میفرماد که من التمس رضا الله بسخط الناس، کسی جستجوی رضاگی الله کند ولی به طریقی در غضب آوردن مردم، فهمیدی؟ کسی یعنی که رضاگی الله را به دست آورد به طریقی در غضب آوردن مردم، یعنی شما یک کاری میکنید که میدونید که در همین کار الله راضی است ولی متاسفانه مردم ناراضی‌اند، غضب شما میآید. کفاه الله مؤنة الناس، الله سبحانه و تعالی از وزنینی ها، فهمیدی، از بدبینی های مردم او را نگه می‌دارد، فهمیدی؟ الله خودش این کسا در زیر پناهش نگه می‌دارد. و من التمس رضا الناس بسخط الله، و کسی رضاگی مردم جستجو کند لیکن به طریقی در غضب آوردن الله، مردم راضی شود، این بدعت کنیم، مولد کنیم و دیگر کارهای بدعت انجام دهیم، همین مردم راضی شود، خدا راضی میشه، میگن که لیکن در این کار واقعا غضب الله است. وکله الله الی الناس، این کسی الله سبحانه و تعالی به مردم میسپارد، مردم او یعنی که چیکارش میکنن؟ خودشان او را مسئلهش حل میکنن، فهمیدی؟ نه. الشیخ ما جاء لیرضی الناس، بنابراین شیخ الاسلام چیزهایی که آورده است طبق رضاگی مردم نمی باشند، انما جاء لیرضی ربه، چون که آوردگی های شیخ، دعوت های شیخ چیزهایی می باشند که به خاطر رضاگی پروردگارش آورده است اینها را. و هو داع، شیخ الاسلام دعوت کننده است و مصلح و اصلاح کننده است. و نفع الله بدعوته، الله سبحانه و تعالی به تفعیلی که به سبب دعوت او بسیار نفعها رساندگی است به امت. و نشأت علیها اجیال من المسلمین، و در اساس این دعوت شیخ چندین یعنی که نسل مسلمان ها به وای رسیدند. عاشوا علیها، در اساس این دعوت زندگی کردند و ماتوا علیها، و به همین دعوت وفات کردند. و نبی شیخ ابن باز و شیخ عثیمین، شیخ البانی و دیگر شیخ های گرامی، الله سبحانه و تعالی برای ما و شما هم یعنی که نصیب کند. و قامت علیها دول متوالیه، فهمیدید؟ و به مقابل این دعوت خستگی ها چندین دولت های پی هم، فهمیدید؟ فهي دعوة صالحة، وكان إن دعوة صالحة لأنها دعوة تتوخى دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، چونکه این دعوت هستی که یعنی که قصد دعوت رسول الله میکند. فهو مجدد و مصلح،
این شخص مجدد است و اصلاح کننده است. ولو كانت دعوة غير صالحة لما أثمرت هذه الثمرات الطيبة والمستمرة. اگر دعوت این کس دعوت صالح نمیشد، یعنی که هرگز، یعنی که این میوه های پاک را و این میوه های بردوام را ثمره نمی بخشید. امروز یعنی که این کتاب ها، این دعوت صلاح، یعنی که درست، این دعوت پاکیزه از شرک و بدعت و خرافات دلالت میکند که واقعا دعوت شیخ الاسلام دعوتی چی بود؟ دعوتی صالحه بود. فکم من دعوت فشلت، چقدر دعوت های هستن که در برابر این نیست شدن، ضعیف شدن، نابود شدن. ولم تنتج شیئا، یگون نتیجه نبخشیدن. ولا نستغرب أن المنافقين والكفار والملحدين يتكلمون في دعوة الشيخ. يقول جای عجیبش نیست که امروز منافق ها و کافر ها و ملحد ها در مورد دعوت شیخ سخن ها میزنن، طعنه ها میزنن. تکلموا فی دعوت الرسول صلی الله علیه وسلم، در دعوت پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم این منافق و این کافر و این ملحد ها طعنه زدن کو. و تکلموا فی دعوت غیره من الرسل، در دعوت غیر پیغمبر ما از دیگر پیغمبران نیز گپ کردند. و اتهموهم بانهم یریدون الریاسه، پیغمبرها را یعنی که چیکار کردن؟ متهم کردند، فهمیدید؟ تهمت کردند که اینها مقصدشان راهبریت است. و انهم یریدون الکبریاء فی الارض، یعنی که این پیغمبرها گویا که می‌خواسته باشند در روی زمین حکمرانی کردن را. و انهم سحر، اینا جادوگر هستند. و انهم و چیها نگفتند. کما ذکر الله ذلك فی القرآن، خیلی که اینها را الله سبحانه و تعالی در قرآن ذکر کرده است. نعم. فلا يستغرب ان يكون لهؤلاء المجرمين ورثة الآن. یکون جای عجیبش نیست که این جنایتکارهای در بالا ذکر شده که در دوران پیغمبران پیشین بودن، منافق و کافرها و ملحدها، یکون جایش عجیبش نیست که اینها با میراث بری نداشته باشند. اینها با میراث بری دارند. یضیقون بدعوت الخیر، میراث برهای ویها امروز چیکار میکنن؟ دعوت خیر به تنگ میارن. و یذمون دعوت الخیر، تنقید میکنن دعوتی، طعنه میزنن، تنقید میکنن دعوت خیر را. لانهم یریدون ان یفسحوا المجال للشر، چون که مقصدی این منافق و این کافر و این ملحد ها این است که مجال شر را وسیع کردن، دایره شر و فساد وسیع کردن. ولكن وقفت في نحورهم هذه الدعوة وهذه الكتب المفيدة. ولی این دعوت شیخ و این کتاب های فایده بخش در زیر گلی ایشان استاده است. وقفت فی نحورهم حجر عثره، یعنی که در پیش گلی ها یک سنگ استاده است که این سنگ ویها را پیش پا می دارد. فهم لا یریدونها، ویها نمیخواهند این، یعنی که سنگ را در پیششون بودند. برای اینها، یعنی برای این، یعنی که شرخواهان، کسانی که میخواهند در بین مردم دیسکوتکی که باشد، در بین مردم فحش باشد، فاحشه‌گری باشد، دزدی و غارتگری باشد، نشأمنده باشد، اینا میخواهند که همه خیل باشد. وقتی که میبینند که این دعوت مقابل و مخالف اینها میباشد، اینا ناراحت میشوند، نمیفرشون. والکفار من الامم السابقه تطیر بالانبیاء، یعنی کافرها از امتان پیشینه بدبختی را از پیغمبران میدانستند و میگفتند که ما اصابنا الشر الا بسبب الانبیاء، هر شر، هر مصیبتی که در سر ما فرآمده است یا که میفراید به سبب پیغمبران است گفتند. فهم تطیروا بموسی علیه السلام، ویها یعنی که چی گفتند؟ یعنی که از موسی دانستند، چی مصیبت از موسی دانستند. و تطیروا بانبیائهم، به پیغمبران خود یعنی که گمانی بد می‌بردند. و تطیروا بصالح علیه السلام، به صالح پیغمبر گمانی بد بردند. والله جل وعلا ذكر عن ثمود انهم تطیروا بصالح علیه السلام. الله سبحانه و تعالی ذکر می‌کند که قبیله سمودی ها با صالح پیغمبر چی مصیبت
یعنی که نسبت میدادند. چخیلی که اصحاب سوره که در سوره یاسین آمده است که به رسولان یعنی که مصیبت نسبت میدادند، گفتند که اینا تطیرنا بکم، ما کسافتی را به سبب شما دیده ایستادیم، لئن لم تنتهوا، اگر شما از این دعوتتان دست نکشید، لنرجمنکم، البته شما را ما سنگسار میکنیم، ولا یمسنکم منا عذاب علیم، و از جانب ما به شما عذاب دردآور خواهد رسید. فما معنی تطیرنا بکم؟ معنی تطیرنا بکم چی است؟ یعنی لم یصبنا شر الا بسببکم، یعنی هر شری که به سر ما میفرد به سبب شما شده است. نفس الشيء هؤلاء اینام همین طور قالوا لم يصبنا الشر الا بسبب دعوت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، اینا همین طور گفته شدن، میگن که یعنی هر شر و هر مصیبت و هر بلایی که در سر ما آمده است به سبب دعوت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب میگویند، و بسبب کتب التوحید والعقیده، به سبب کتاب‌های توحید و عقیده، هي سبب الشر عندهم، سبب شر در نزدشون همین بوده است. تطيروا بها كما تطيروا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام، یعنی به این کتاب‌های عقیده و این دعوت چیکار کردن؟ یعنی که مصیبت از اینها دانستند، خیلی که مصیبت از محمد صلی الله علیه و آله و سلم که برگزیده و یعنی که بهترین خلق است علیه السلام. الله جل و علا در این مورد در قول خود ذکر کرده می‌فرماید که و ان تصبهم حسنة یقول هذه من عند الله، اگر به ایشان یک خوبی میرسید میگفتند که این از جانب الله است، و ان تصبهم سیئة یقول هذه من عندك، اگر در سرشان یک بلا یک مصیبت میفرماد میگفتند که این از تو است. يقولون للرسول ما أصابنا من سيئة إلا بسببك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولی پیغمبر میگفتن که هر بدی که به سر ما میفرد به سبب تو است ای محمد. هذا ليس غريبا ابدا ان الكفار والمنافقين والملاحده انهم يذمون الشيخ محمد بن عبد الوهاب، این یک جای عجیبش نیست هرگز که کافرها و منافقها و ملحدها که تنقید میکنند شیخ محمد بن عبد الوهاب را و یذمون کتب اهل سنت و الجماعه، کتاب اهل سنت و جماعت تنقید میکنند، مذمت میکنند. لهم سلف من المجرمین، چون که اینها گذشتگان دارن از جنایتکاران، و كذلك جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمین، الله فرموده است که همچنین ما برای هر یک پیغمبر دشمن قرار دادیم از طرف جنایتکاران، و کفى بربک هادیا و نصیرا، و پروردگارت یعنی بسنده است که او هدایت کننده و نصرت دهنده است. ولكن لن يضر الا انفسهم، ولی اینها با وجود یعنی که اینقدر یعنی که استادگری و مقابلیت نشون دادنشان این منافق و کافر و یعنی که ملحدها بجوز خودشان دیگه کسی را ضرر رساندن نمیتوانند، والحمدلله شکر الله. والحق باق رغم انوفهم، حق باقی است گرچه که مخالف طبیعت ایشان باشد. و دعوت الشیخ واضحه ولله الحمد، یعنی که دعوت شیخ پوشیده نیست، واضح است، گشاد روشن است، شکر الله. لیس فیها لبس، یکون جای آمیختگی ندارد، یکون جای رشد ندارد دعوت شیخ، و لیس فیها غلو، در او غلو نیست، از حد گذری نیست، تجاوز نیست، بل هو ینها عن الغلو، بلکه خود الشیخ از غلو منع میکند. الیس فی کتاب التوحید یقول الشیخ رحمه الله، مگر شیخ در کتاب التوحید نگفت که باب ما جاء في ان الغلو في قبور صالحین يسيرها اوثانا تعبد من دون الله، یعنی باب در بیان آن که غلو کردن در قبر صالحها قبرها را همچون بود قرار و بود یعنی که مبدل میگرداند که جز الله و اینها را عبادت کرده میشود. اخذ بابا ينهى فيه من الغلو في الصالحين، یک باب را تشکیل کرد نویست که در این باب از غلو در شأن صالحان منع میکند. و اتى بقصه قوم نوح، یعنی که قصه قوم نوح ذکر میکند، لما غلو في الصالحين، وقتی که بایها در صالحها غلو کردند، فهو ينهى عن الغلو، اون یعنی که از غلو منع میکند، و ينهى عن التطرف، از تطرف یعنی که از اکستریمیزم منع میکند، و یامر بالاعتدال، امر به عدالت و استقامت، راست شدن، به امر نهی
الله یعنی عمل کردن و این امر میکند لانه جاء بتجدید هذا الدين، چون که وی برای بخاطر تازه کردن این دین آمدگی است. فهو كغيره من المجددين الذين يبعثهم الله على رأس كل 100 سنة يجددون لهذه الأمة امر دینها. شیخ الاسلام هم یکی از مجددهای می باشد که الله سبحانه و تعالی در سری هر 100 سال مجدد میفرستند که برای این امت آمده امر دینش را تجدید میکند، تازه میکند، کما جاء فی الحدیث شخلی که در حدیث آمدگی است. فهل تظنون ان اهل الشر سيمدحون الشیخ؟ بس شما گمان میکند که این آدمهای بعد شیخ تعریف میکنند، او یثنون علیه یا که او را ثنا و ستایش میکنند، او على کتب یا که کتابایش را. ابدا لا نتوقع منهم هذا، هرگز نه، هرگز یعنی که بیان نمیکنند ما از ویها اینا نگران هم نیستیم. ولا نتوقع منهم الا ذم، ما از ویها فقط نگرانی آن هستیم که ایشان فقط تنقید میکنند. لكن كما قال الشاعر، ولی چنانه که شاعر گفته است که و اذا اتتك مذمتی من ناقص فهو الشهاده لی بانی فاضل، وقتی که از طرف تو یا که بیم تنقید های من به تو آمده رسند، یعنی که یک شخصی ناکس درباره من میگه تنقید کنن منه، همون شخص میدونه که یک ناکس پس نباشد از همون کس، یعنی که شما درباره من سخنهای ناباب شنوید، این خودش شهادتی آن میدهد و فایده من که من بزرگم میگوید شاعر. بنابراین تعجب میکنید بعضی برادرای خبر ما میگن از یک فاسق ها، از یک بدبخت ها میگن که فلانه در حق شما همه خیلی میگوید، همین چی میگه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. مگر تو فلانه را از ما فرق کردن تانستی؟ برای مثال فهذا يدل على فضل الشيخ رحمه الله، این دلالت بر فضل و بزرگی شیخ میکنه رحمه الله. حيث غاب هؤلاء المجرمین و احرج صدورهم. ببینید که در حقیقت شیخ این کسها را، یعنی که این کافر و این ملحد و این منافق ها را چیکار کرد؟ غضبشون زیاد کرد و این جنایتکارها را و یعنی سینه های ویها را به تنگ آورد. بنابراین ویها سکوت نمیکنند تا مردنشون از پس شیخ گپ میزنند، ولی هیچ جا را دیگرگون کردن نمیتونن ان شاء الله. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.